شما خیلی باید سلفونش- خوش شانس باشی که بتونه دقیقاً. لونت رو توی همون 30 روز جمع کنه. واقعا سلام، آرش هستم، آرش اسخریان، ریال استیت بروکر هستم در شهر هیوستون. در خدمتتون هستم کارهای املاک مسکونی و تجاری. سلام، من علی گلسباق هستم، همشهری شما تو هیوستون تگزاس. کارم مورگیج بروکر هستم، مستقیم با 142 تا بانک کار میکنیم و خوشحال میشیم در خدمتتون باشیم. آقا من یه مشکلی همیشه با کلاینت ها دارم، اینه که میگن که ما از بانکمون پری اپرووال میگیریم. بله. بعدش میگم که خب بذارید من یه لون آفیسر بهتون معرفی کنم که اون هم یه آپشنی بهتون بده. درست. همیشه فکر بر اینه که وامایی که لون آفیسر شاید بره پیدا کنه برای مشتری اینا گرونتره یا هزینه‌هاش بیشتره یا کارش ریسکی تره و بانک ها بیشتر. چون حالا تو جامعه فارسی زبان ما چون ما از کالچری میایم که مثلا خب بانکمون همه کار انجام میده، همچین چیزایی نداشتیم، شاید یه مقداری سوال برانگیز باشه یا اعتماد لازم رو ایجاد نکنه که. ولی خب ترجیح من ریال استیت بروکر اینه که با لون آفیسر کار کنم یا بروکر، به خاطر که سرعت بالاتره و آپشن اون بیشتره. حالا خودت از لحاظ چیزی از لحاظ تجربی و از لحاظ تخصصی وقتی شما با یه بانک کار میکنید، بانک پروگرام‌های محدودی داره. درست. من خودم جاب آفرم گرفته بودم از بانک ویلز فارگو. درست. به من گفته بودن $52,000 بهت سالری میدیم و یه مقدار بسیار کوچیکی کامیشن میدیم. درست. به ازای هر لونی که کلوز بشه. یعنی در سود من آنچنان نبود که این لون سریع جمع جور بشه و کلوز بشه. درست. چه کلوز میشد چه کلوز نمیشد من حقوقمو میگرفتم. ولی الان تمام تمرکز من چه تو سفر باشم، چه اینجا باشم، چه 9 شب باشه، چه 6 صبح باشه، تمرکز من اینه که این کلاینت ازش تکر بشه، یه لون خوب براش پیدا بکنیم با یه بانک خوب که فردا هیچ مسئله ایجاد نشه و این کار سریع انجام بشه که کار از A به Z برسه. هزینه‌اش چیه؟ هزینه‌اش فرق می‌کنه؟ هزینه‌اش تقریباً 23% هزینه کسانی که با مورگیج بروکرها کار میکنن کمتر از اینه که با بانک‌ها کار میکنن. الان ما خودمون تو سال 2025 برای مشتریامون ادمین فی و پروسسینگ فی رو حذف کرده بودیم که خودش با هم میشه $1,500 سیو کردن کلاینت‌ها. یه چیز دیگه هم که هستش اینه که بانک با کلندر دقیقاً شنبه یک شنبه باز دسترسی نداری به 9 صبح تا 5 هستن. شما خیلی باید خوش شانس باشی که بتونه لونت رو توی همون 30 روز جمع کنه. واقعا به خصوص بعضی از بانک‌ها که واقعا وحشتناکه. یعنی بعضی از بانک‌ها تا مشتری برگه پری اپرووال میاره ما بهش میگیم اگر میشه بذاری یه پری اپرووال دیگه هم بگیری. خیلی ریسکش هم بالاست. الان خیلی بالا. امسال چیس یه دونه پروگرام داشت نوشته بود تا 21 روز اول اگر ما نتونیم $5,000 بهتون میدیم. روز 17 و 18 لونا رو دکلاین میکردن که اون 5,000 تا رو ندن به مشتری. ولی اینجوری خودشون داشتن ادورتایز میکردن. یه بعضی موقع وقتی من برات مشتری میفرستم میگی که من میتونم آپشن‌های مختلف بدم، یعنی چندین نوع آپشن وام پیشنهاد میکنی نه یکی. ولی بانک معمولاً یه آپشن بیشتر نداره رو یا میشه یا نمیشه یا همین. چون بعضی موقع دیدی که مثلا من به شما میگم این مشتری این در واقع شرایط داره. بله. و میگی که اوکی بذار من اینو بررسی کنم ببینم کدوم لون براش بهتره. چون اصلا همینه در واقع بین مورگیج بروکری و ریل استیت در واقع ما کارمون همینه که بیایم ببینیم مشتری وضعیتش چه شکلیه، بر اساس وضعیت مالیش و کاریش قدم بعدی برداریم. یعنی اگر شخص با خودش باشه شاید اصلا حسابخونه نشه. خیلی وقتا هم همین شده، یعنی توی کیسایی که با هم داشتیم قبلا این اصلا مشتری فکرش نمی‌کرد که اصلا صاحبخونه بشه. یعنی قطع امید کرد یه جورایی دیگه اصلا بیخیال شده بود. درسته؟ دقیقاً. ولی این کار انجام شد. همین کیس قبلی که با هم داشتیم عملا شما
یک بار یه مورگیج امتحان کردی نشد، دوباره عوض کردی توی مورگیج تا بالاخره شد و الان هم داری کلوزش پیدا کردیم. بله. آره. خوبی کار کردن با مورگیج بروکر اینه که سود ما از کلوز کردن رسیدن این مشتری به خونه دار شدنش. درست. هر کاری که از دستمون برمیاد پیدا میکنیم که این اتفاق بیفته. حالا هر کیسی چالنجای خودشو داره. درست. یکی چالنج کردیت داره، یکی چالنج اینکام داره، یکی چالنج داون پیمنت داره. درست. و ما با توجه به چالنج‌ها بانک‌هایی انتخاب میکنیم که بتونیم اونو براش راحت تر. و چقدر هم خوبه که دسترسی باید داشته باشه، چون ما مشتریمون هر موقع از روز یا ویکند یا آخر شب شده یه موقع سوال واجب دارن در دسترسیم. همینجوری برای شما هر موقع شده به شما تکست دادم یا حتی مشتری مستقیم با خودتون در تماس بشه، این اولویته. یعنی در واقع بدون یه نفر داره از اون فایلی که داره برای پروسه انجام میشه تکیه میکنه. آره. تا اینکه از 9 تا 5 باشه اونم به زور بتونید دسترسی پیدا کنید. خیلی عالی.